خدا به دادم پدر برسه. جان چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ پسرم حاج خانومو گم کردم، پیداش نمیکنم. آخه خب مشخصات حاج خانومو بگیم پدر جان. حاج خانومم یه کمی فراموشی داره، یه چادر گلگلی داره، نمیدونی چه استیلی داره. حاج خانوممو ندیدی؟ نه ندیدم. یه دماغ گردالو داره، لپ مثل هلو داره، یه شوهر اکبری داره. حاج خانوممو ندیدی؟ نه ندیدم. اگه دیدینش بهش Sorry. Wo ist diese Adresse? خانم ما آلمانی بلد نیست. دهنتو ببند. وای چه خدای شای بلوی، وای که چی بلوی، وای لحظتم خارجیه معلوم نیست چی میگوی، یا عشق پیر مدوی. حاج آقا ببین مشخصات حاج خانومی که بهت دادم، همچین چیزی دیدی بکشش. بابا حاجی دختره آلمانی زبونشو بابا نمیفهمی. مهم نیست، میرم پیش پوریا خانی، اول زبان یاد میگیرم، بعدش هم مهاجرت میکنم میرم آلمان. Ich liebe dich. بابا حاج خانم چی میشه؟